خب درود و ارادت با جلسه چهارم از کورس ذهنیت قیمت در خدمتتون هستیم. تو این جلسه قصد داریم که راجع به کامپلکس پولبک یا تئوری جریان سفارشات به صورت پولبک صحبت بکنیم. در واقع تو این جلسه مقدمه چینی میکنیم برای دو جلسه بعدی که راجع به جریان سفارشات پیشرفته صحبت میشه و کاملا درک میکنیم که توی فازهای استراکچری که بررسی کردیم چگونه با قیمت برخورد بکنیم، چگونه دیدگاه داشته باشیم و چطور قراره که اونو بررسی بکنیم. خب یه مرور کلی داشته باشیم از مطالبی که گذروندیم. ما می اومدیم توی ابتدا یک استراکچر رو در واقع فازبندی می‌کردیم. گفتیم که خب ابتدا وقتی یک سقف برامون وجود داشت می اومدیم گفتیم فاز A باشه، وقتی اصلاح خودش رو انجام میداد فاز در واقع R و از اون قسمتی که استارت برای شکست ساختار میزنه یا شکست ساختار انجام میشه رو ما R در نظر میگرفتیم و اون فازی که قرار بود پولبک انجام بشه رو Q نامگذاری میکردیم. خب این برای قسمت اول و حالا مطالبی که گذرانده شد. خب تو بخش بعدی اومدیم چیکار کردیم؟ گفتیم که خب در واقع یک سری ذهنیت ها، یک سری تصمیم گیری ها توی این حرکت، توی این شکست ساختار، توی این حالا PPT که نامگذاریش کردیم اتفاق افتاده. پس ما اون ناحیه های ارزنده رو برای خودمون مشخص میکنیم، دستکاری های در ناحیه ها رو هم راجبش صحبت کردیم که چگونه میشد که اون ناحیه برامون شد یک ناحیه تصمیم گیری و مهم. خب حالا توی این قسمت قرار راجع به پولبک یا کامپلکس پولبک صحبت بکنیم که خب از فاز Q شما یک روند اصلاحی رو در پیش دارید. اینجا رو ببینید، یک فاز اصلاحی رو در پیش داشتیم. خب تو قسمت فاز اصلاحی Q اتفاقی که میفته اینه که خب خیلی وقتا شما میبینید توی قیمت به این صورت اتفاق میفته که یک اصلاحی رو داریم، قیمت به یک ناحیه تصمیم گیری برخورد میکنه، شروع میکنه از حالت فرعی یا اون حالت پولبک خودش به یک حالت مینوری و شکست ساختاری تبدیل میشه. یعنی ما فکر میکنیم که اینجا R قراره که استارت بخوره. پس چی شد؟ اینجا میشه A، اینجا میشه اون R و اینجا منتظریم که این شکست ساختاری یا PPT انجام بشه که دوباره فرمت Q رو داشته باشیم. اما خب خیلی وقتا میاد و این قسمت بالای این های باید کلوز انجام بشه که ما ساختارش جدید داشته باشیم دیگه. میاد این رو شادو میکنه یا حتی میاد به این اکستریم برخورد میکنه، به این قسمت برخورد میکنه و مجدد اون فاز فرعی خودش شروع میکنه. ما به این پروسه، به این روندی که انجام میشه میگیم کامپلکس پولبک یا یک پولبک پیشرفته. یعنی قرار نیست که این حرکت توی مرحله اول بتونه ساختار ما رو بشکنه و میتونه بار بعدی اصلاح عمیق‌تری رو نسبت به این رنج کلی خودش داشته باشه. پس اگر که ما توی فاز اصلاحی وارد فازی که شدیم که قرار R رو شروع بکنیم، نتونستیم ساختار رو آپدیت بکنیم و برگشتیم و حالا اون فاز داخلی یا تغییر ماهیتی که توی مطالب پیش نیاز راجعش صحبت کردیم انجام شد، ما میگیم یک کامپلکس پولبک داریم، ما میگیم یک پولبک پیچیده در پیش داریم و قراره که بین این های که های اصلی ما باشه، بین این لو که لو اصلی ما باشه، یک پیچیدگی هایی رو داشته باشیم، یک بلندی و پستی هایی رو داشته باشیم و در نهایت ببینیم که از کدوم طرف رنج قرار خارج بشه و به یک رنج دیگه منتقل بشه. خب شما از اینجا که اگه اینو کل این رو A بنامیم، قرار به سمت B حرکت بکنیم. حالا این یا میره B یا قراره که به سمت C حرکت بکنه یا میاد ساختار از پایین میشکنه. خب این رو ما با استفاده از پولبک پیچیده که در جلسه بعدی قرار راجعش صحبت بکنیم میتونیم تا حدود زیادی متوجه بشیم و حتی این تصمیم گیری هایی که درون این رنج اتفاق میفته رو بتونیم بررسی بکنیم و روشون دیدگاه و ترید انجام بدیم. پس اینجا جریان سفارشات دخیل میشه. خب پس هدف کلی کامپلکس پولبک اینه که شما به این دیدگاه برسید، یعنی کل تئوری که من اینجا بیان کردم این بود که شما به این دیدگاه برسید که قیمت همیشه قرار نیست به صورت یک حالت کلاسیک مانند بیاد و ساختار بشکنه، همجوری ساختار خودش رو آپدیت بکنه و بره بالا. بعضی وقتا شما توی یک ساختار، یعنی فاز Q و R، ممکنه که یک پیچیدگی هایی رو مثل اینجا داشته باشید و ممکنه خیلی بیشتر از اینا، حتی مدت ها توی یک رنج باشه. خب اینجا من باید چی کار بکنم؟ اینجا باید چجوری باش برخورد بکنم؟ چه دیدگاهی رو میتونم توی این رنج داشته باشم؟ آیا باید منتظر بمونم که این رنج آپدیت بشه بعد تصمیم بگیرم؟ خیر، شما توی این دیدگاه، توی این رنج میتونید کلی دیدگاه و کلی ترید داشته باشید بر اساس جریان سفارشاتی که توی جلسه بعد و جلسه بعدتر که در واقع مکمل هم دیگه هستن یاد بگیرید و بتونید تریدهای رو انجام بدید. و هدف این جلسه این بود که شما به این درک برسید که
تو یک ساختار ممکنه که این پیچیدگی ها رو داشته باشی. حالا چگونگی برخوردش رو در جلسات بعدی یاد میگیریم. خب این جلسه رو دیگه بیشتر از این طولانی نکنیم. کل مطلبی که تو این جلسه قرار بود گفته بشه یک آگاهیتی نسبت به چیزی که در جلسات بعد قرار یاد بگیرید. پس همیشه قرار نیست شما توی یک فازی که از مارکت هستید بخواید سریع فازتون رو عوض بکنید و وارد یک ساختار دیگه بشید. بعضی وقتا ممکنه تو اون ساختار کلی قرار بازی انجام بده. پس ما باید روش این بازی هایی که داره توی این رنج انجام میشه رو یاد بگیریم و بتونیم دیدگاه خودمون رو داشته باشیم. خیلی خوب، این باشه از این جلسه. در جلسه بعدی انشالله راجع به مطالب جریان سفارشات صحبت میکنیم. پایدار باشید.